من سخنهای نو به نوع شما را بسیار گوش میکنم و از شما خیلی منتدار هستم. سخنهای خوب میگوید در نزد مردم. من به شما سوالی دارم. من صاحب شوهر 2.5 سال شد زندگیم، مادر 2 فرزند شدم، فرزندانم از دنیا رفتن. شوهر من که فلانی اینجا نامش گرفته از شهر نیست که من نام وی خوانم، در نمازهای جمعه شما اشتراک میکند. من او را حرمتش میکردم، بسیار دوستش میداشتم، وی همه را دوست میداشت. با سبب وفات کردن فرزندان من خوش دامنم به من چخ شدن و با شوهرم مجبور کرد که طلاقش را دهید. شوهرم با گپ مادرش رضا نبود، اما مرا مجبورا در راه طلاق داد. خب شاهد نبود، در پیش ما هیچ کس نبود، ما تنها بودیم. من 25 ساله هستم و شوهرم 30 ساله. من 5 وقت نماز عبادت خدا را میکنم، شبها نماز تهجد میخوانم، همراه شوهرم با جماعت میخواندیم. محترم برادرم حاج میرزا، من تنها نکاح مسلمانی دارم. همین طلاق شوهرم در نزد خداوند قبول هست یا نه؟ جواب مکتوب مرا بخوانید و جوابش را فرستانید. و با احترام خواهر شما. راستی بار برادر عزیز و گرامی، وقتی که اگر شما زن دریاب کنید که نماز تهجد خوان باشد، 5 وقت نماز خواند، خب گویم قرآن خوان باشد، شما تصور کنید که شما آدم خدا دادید. شما هم تصور کنید، زیرا پیامبر گرامی من سعادت ابن آدم، ببینین از خوشبختی فرزند آدم، از خدادادی فرزند آدم این که او صاحب المرأة صالحه، اگر زنی خوب باشه. پیامبر میگه سعادتی توست، خدادادی توست و قدر و بزرگی تو را نشان میدهد که خدا برای تو زنی نصیب کرده است که 5 وقت نماز میخواند، با این قناعت نمیکند، شب میخیزد ساعت 2-3 شب تهجد میخواند. باور کنین امروز شاید من غلطم نکنم 90% زنهای ما تهجد خوان نیستند. 90%. اگر 5 وقت نمازشون هم خوانند خدا خیرشون دهد. این جای تنقید و جای ملامت ایشان نیست، ولی 90%ش شاید که نماز تهجد خوانه باشد. این یک خدادادی است دادرای عزیز. زنی که اگر در دل او باز مهری نماز تهجد باشد، این گونه زنها را انسان باید که هیچ وقت دور نکند. این بسیار زمینی خوب است. زن ضمیر زمین است. وقتی که زنی که اینقدر عفت داشته باشد، اینقدر خدا دوستدار و خدا پرست باشد، از این بسیار فرزندای خوب خداوند به دنیا میارد. این گونه زنها را باید که مورد طلاق و مورد پیش کردن هیچ کس باید قرار ندهد. برادر عزیز، برای همین آن طلاقی که بین شما شده است خواهر عزیز، این طلاق راه دارد. هم که گفته باشد طلاق کردم، این راه دارد. روین شما اگر باز صراحتا بیان میکردین که چگونه طلاق بود، اگر طلاق هایی که حتی به طلاق کردم باشد عدد نبرده باشد، شما میتوانید که با زندگیتان برقرار و دوام دادن گیرید. برای همین به این طلاق کردگی احتیاطاً شما باز نکاح کنین، اثر نو و باز زندگیتان دوام دادن گیرین. ان شاء الله زندگیتان درست است و حلال است.